اقدام نو بانک ملی تاجیکستان مبنی بر جاریسازی سیستم نو انتقال پول هزارها مهاجران و خانواده های آنها را سرگردان کرده است. بانک ملی تاجیکستان دعوا دارد که این اقدامش به نفع مهاجران بوده، سرعت، امنیت و به آسیب رساندن پول مهاجران و نزدیکانشان را تأمین می کند و همچنین از پولشویی پیشگیری خواهد کرد. اما در اصل چی کسی پس این اقدام ایستاده است؟ چی تأثیر به مهاجران و خانواده هایشان خواهد رساند و آیا واقعاً به خاطر امنیت انتقال پول است و از پولشویی جلوگیری خواهد شد؟ در برنامه امروزه به این مسئله روشنی خواهیم انداخت. یکی از دعوای اساسی بانک ملی این است که تصمیمش از جاری کردن سیستم نو به خاطر امنیت انتقال پولها به آسیب رساندن پول مهاجران و پیشگیری از پولشویی است. ما میگوییم که اصلا این دعوا هیچ اساسی ندارد. از این دعوای بانک این اندیشه پیدا می شود که گویا قبلا امنیت انتقال پولها تامین نبود و تا رسیدن به خانواده مهاجران آنها آسیب می دیدند. همین خیلی بود؟ نه. در اصل تا امروز ضمن انتقال که اکثر از جانب مهاجران کاری صورت می گیرد، حتی یک حادثه گم شدن پول انتقال داده شده توسط شبکه ها بدون شرکت بانک ملی تاجیکستان یا آسیب دیدن آنها مشاهده نشده است. بینندگان عزیز دقت دهید. امنیت انتقال پول و آسیب نرسیدن به آن از طرف سه جانب شبکه انتقال پول، بانک در کشور انتقال دهنده و بانک کشور قبول کننده کنترل می شود. این سه جانب تمام جنبه های امنیت انتقال پول را در شرطنامه هایشان پیش بینی کرده اند و کمترین امکان پیدا شدن عدم امنیت انتقال وجود ندارد. وارد شدن یا نشدن بانک ملی تاجیکستان به این کار در مسئله امنیتی چیزی را تغییر نمی دهد. برعکس می تواند بر ضرر آن باشد که پایانتر به آن برخواهیم گشت. دعوای پیشگیری از پولشویی هم افسانه بیش نیست. پیشگیری از پولشویی واقعا از وظیفه های بانک ملی است، اما نه در اینجا. 95% انتقال ها توسط شبکه های انتقالی پول از خارج به تاجیکستان انجام می شوند و تنها 5% آن برعکس از تاجیکستان به خارج انتقال می یابد. بانک ملی تاجیکستان حق دارد همین 5% را نظارت کند که آیا بینشان پولشویی وجود دارد یا نه. 95% دیگر مسئولیت بانک های کشورهای انتقال دهنده است. حتی اگر فرض کرده شود که بانک ملی تاجیکستان به خاطر تفتیش همین 5% این کار را راه اندازی کرده است، به هیچ منطقی راست نمی آید. بگویم که برای چی؟ ببینید، پیش از همه مبلغ های انتقال داده شونده توسط این شبکه ها بسیار خردند و پولشویی با مبلغ های خرد واقعیت ندارد. مسئله دیگر، خود بانک ها از دو جانب و شبکه انتقال پول موظفند که از پولشویی پیشگیری کنند. در صورت انتقال مبلغ های بزرگ این سه جانب بلا فاصله به تفتیش آن شروع می کنند. یک دلیل دیگر این است که ضمن انتقال تمام اسناد نفر انتقال دهنده پول و قبول کننده ذکر می شود. هیچ جنایتکار با حجت های رسمیش این گونه جنایت صادر نمی کند و پولشویی نمی کند. یگانه چیزی که در مسئله امنیت انتقال تغییر می کند این است که بانک ملی تاجیکستان می تواند تمام اسناد انتقال ها را در جای معین جمع آوری کند و در صورت ضرورت در اختیار مقامات انتظامی و امنیتی گذارد و این کار می تواند علیه هر نفری پول انتقال داده
استفاده شود. پس زیر این کاسه چنین کاسه است و برای چی بانک ملی تاجیکستان این سیستم را جاری کرد؟ تمام دلیل ها اشاره بر آن میکنند که اینجا منافع شخصی اعضای یک عائله، انیقترش داماد رئیس جمهور جمال الدین نورعلیف نهفته است. وارد شدن به این بیزنس و حداقل به حجم 0.5% شریک شدن به آن به داماد رئیس جمهور از 12 تا 15 میلیون دلار سالانه درآمد می آورد. تا این زمان نورعلیف عوض اسعار را پور و انتقال های بین بانکی را قسما مونوپولی کرده است. از عوض اسعار بانک ملی یعنی انیقترش جمال الدین نورعلیف میلیون ها دلار درآمد میگیرد. طبق بعضی اخبار هنوز تصدیق نشده بازار سیاهی عوض اسعار را نیز همین داماد رئیس جمهور اداره میکند. چند ماه قبل بانک ملی قرار کرد مبلغ انتقال پول مهاجران با پول ملی پرداخت کرده شود. قربی عوض اسعار انتقالی را این بانک معین میکند که تا 3% پایانتر از قربی بانک ها و تا 5% پایانتر از قربی بازار بود. در این کار بانک ملی تاجیکستان انیقترش خود نورعلیف حداقل 70 میلیون دلار درآمد گرفت. به تخمین ما همین درآمد هنگفت بی‌دردمیان نورعلیف را تحریک به اقدام نو کرد تا با جاری کردن سیستم نو از 15 تا 30 میلیون دلار دیگر اگر 1% از انتقال حق گیرد درآمد صاف به دست دارد. ظاهر شدن جمال الدین نورعلیف در تلویزیون و به شرح ضرورت این اقدام پرداختنش هم میتواند دلیل این باشد که او شخصاً و مستقیما در این کار دست دارد. عادتاً برای بررسی موضوعهای داغ و نافارم به مردم نه رئیس جمهور و نزدیکانش بلکه وزیران و رئیسان یا نایبان آنها به میدان فرستاده می شوند. اما اینجا خودی داماد توره در اکرانهای تلویزیون حاضر می شود و به مردم ضروریت اقدام بانک ملی تاجیکستان را شرح می دهد. عاقبت این ضروریت گور سوزد و دیگ جوشد. از پی این اقدام همه سرگردان، هم مهاجران و هم اهل خانواده هایشان در وطن. ببینید شبکه انتقال پول زلطه کرونا تا قبول این قرار 82% تمام انتقالات به تاجیکستان را انجام میداد. حق انتقال یعنی کمیسه خیلی پایان، وجود نقطه های زیاد خدمت رسانی در هر دو جانب و سرعت بسیار تیز انتقال مهاجران کاری تاجیک را که هر تین و دقیقه اشان به حساب است و حرکت بسیار در شهرهای روسیه به نفعشان نیست به این شبکه جلب کرده بود. به این نقطه توجه کنید. زلطه کرونا در روسیه 20,000 نقطه قبول پول نقد دارد. بیشتر مهاجران از پول نقد استفاده میبرند. یونیستریمی که حالا به سیستم نوی بانک ملی تاجیکستان وارد شده است در روسیه چیز کمتر از 5,000 نقطه دارد. نقطه قبولی پول نقد یعنی 4 برابر کمتر از زلطه کرونا. این به آن معنی است که مهاجر کاری در عموم برای انتقال پول اکنون باید 4 مراتب بیشتر مسافه را طی کند، در شرایطی که در هر قدمش پلیس روس در کمین است تا چند سومکه از او بکند و این کار به نفع مهاجر نیست. همچنین این مصرف علاوگی برای مهاجر می باشد. اکنون در تاجیکستان هم نه همه شعبه های بانک ها با یونیستریم پیوسته اند و پیوندان مهاجرین را
لازم می آید که به چند شعبه سر زنند که هم سرگردانی و هم مصرفی علاوه را طلب می کند. تا جاری شوی سیستم نوی بانک ملی تاجیکستان توسط یونیستریم همگی 8% و توسط کانتاکت 3% انتقال ها به تاجیکستان انجام می شدند. به دوش این دو شبکه فرآمدن تمام انتقالات به تاجیکستان و 10 برابر شدن حجم کارشان می تواند آنها را به مشکلات تکنیکی و کادری مواجه کند. با دلیل های زیاد این دو شبکه از عهده انتقال اینقدر مبلغ بر نخواهند آمد که می تواند 10,000 مهاجر و خانواده هایشان را چند روز و حتی هفته ها و ماه‌ها سرگردان کنند. طبق اطلاع نماینده زلطه کرانه در 2 روز این نافهمی ها این شبکه 600 میلیون روبل پول مهاجرین را قبول کرده به تاجیکستان ارسال کرده است. اما آنجا بانک ها از پرداخت مبلغ ها خودداری کرده اند. اکنون هزارها نفر مهاجر مجبورند دوباره به نقطه های زلطه کرانه روند و مبلغ هایشان را بازپس گیرند. سبب این سرسانی ها کی است؟ داماد تورایی رئیس جمهور. بر ضمن این با جاری شدن سیستم نوی بانک ملی تاجیکستان بدون شبهه قیمت انتقال پول بالا خواهد رفت. بر ضمن حق داماد رئیس جمهور اینجا چند مشکل دیگر پیش می آید که باعث بلند رفتن قیمت انتقال خواهد شد. بین شبکه های انتقال پول کمترین کمیسیه را زلطه کرانه داشت. در صورت انتقال پول طریق آنلاین کمیسیه زلطه کرانه 0.5% بود. طریق نمایندگی هایش حدود 1%. در همین حال یونیستریم برای انتقال توسط بانک های شریکش 0.95%، طریق آنلاینی 1.5% و طریق نمایندگی های خودش 2% می گرفت. یعنی کمیسیه یونیستریم از زلطه کرانه از 2 تا 3 برابر بیشتر بود. حالا مهاجران مجبورند به جای 0.5% اکنون 2% پرداخت کنند. به در نظر داشت حق داماد توره نورالیف حالا میلیون ها دلار پول مهاجران به کیسه شبکه های انتقال پول و بانک های روسیه خواهد رفت. سالانه این مبلغ می تواند تا 50 میلیون دلار را تشکیل دهد. این بر ضمن سرسانی های مهاجران و مصرف هایی که برای رسیدن به نقطه های کم شمار یونیستریم و کانتاکت متحمل می شوند. بانک ملی یا انیقترش جمال الدین نورالیف داماد امام علی رحمان این مصرف ها و سرگردانی هزاران نفر مهاجران کاری و پیوندانشان را چگونه شرم داده باشد؟ 10 سال است که مردم را با پولکی کردن راه، منپول کردن شناسنامه خارجی با بالاترین قیمت در جهان، منپولی عوضی اسعار و 10 بیزنس دیگر غارت می کنند. کی این دیوی 7 سر سری می شود؟ مهاجران را گفتند پولهایتان را در تگ بالش ندارید، به بانک ها پسنداز کنید. مهاجران پسنداز کردند و حالا هزاران تاجیکی بیچاره که با چند درد و الم در مهاجرت پول کار کرده پسنداز نموده بود، مبلغی در بانک ها پسنداز کرده خود را گرفته نمیتواند. این یک درد دیگر بود که امروزه طلبات نو و درد پیشتر ضم شد. دانسته می شود امنیت و آسیب نرسانی در لغت شما حکومتداران این غارت و اذیت مردم بوده است.